راز گفتگوی بدون دعوا و شیرین چیه؟ این که بلد باشیم کی گوش بدیم، کی صحبت کنیم. سلام، فاطمه علویان هستم، روانشناس. نوبت‌دهی دقیق در مکالمه یا ترن تیکینگ چیه؟ در واقع مغز انسان طوری طراحی شده که زمانبندی دقیق گفتن و شنیدن رو در مکالمه تنظیم میکنه و موقعی که این زمانبندی به هم میخوره دچار تنش و سوء تفاهم میشه. حالا تکنیک های نوبت‌دهی دقیق در مکالمه چیه؟ 1. جملات کوتاه و فرصت دهی. یه مطلب رو به صورت کلی عنوان نکنید. مثلا اول بگید من یه نکته مهم میخوام بگم. به چشمای طرف مقابل نگاه کنیم، منتظر تایید و توجهش بشیم. 2. سیگنال های غیر کلامی برای تحویل نوبت. وقتی حرفمو تموم کردم به چشمای طرف مقابل نگاه کنم، با تکون دادن سر منتظر باشم حالا اون حرف بزنه یا اینکه بگم نظر تو چیه؟ تو چی فکر میکنی؟ 3. پرهیز از قطع کردن. به هیچ عنوان حرف طرف مقابل رو قطع نکنین. اگر در یک جلسه کاری یا جایی هستین که میتونین بنویسین، یه جایی اون ایده یا حرفی که به ذهنتون رسیده رو بنویسین که در نوبت خودتون عنوان کنین. 4. مهارت نگه داشتن یا هولدینگ. اگر کسی خواست میون کلام شما بپره، با این گفتن اینکه بذار من این نکته رو بگم یا بلند کردن انگشت و ادامه دادن جمله حرفتون رو تموم کنین. 5. مهارت ریپر. اگر احیانا میان کلام طرف مقابل پریدیم یا حرفش رو قطع کردیم، با گفتن معذرت میخوام ادامه بده، حس اعتبار و ارزشمندی به طرف مقابل بدیم. در واقع نوبت‌دهی دقیق باعث بالا رفتن حس رضایت طرفین از مکالمه میشه، باعث میشه مکالمه روانتر و موثرتر پیش بره. بقیه تکنیک های شنیدن همدلانه رو در ویدیوهای بعدی ادامه میدیم.